برای من شاید نقاشی تنها جاییه که امکان این رو دارم که جهان خودم رو به قیام در بیارم. ورود به سرزمین‌های درونیم، جاهایی که دست هیچ کس به غیر از خودم امکان دستیابی به اون رو نداره. این روزا وقتی جلوی بوم میشینم و میخوام کار رو شروع کنم، توی سرم یه عالمه مونولوگه، یه عالمه صدا که نمیذارن اون صدای درونیم رو بهتر بشنوم. این صداها از قضاوت مخاطبا هست تا صدای اساتیدم که توی فضای آکادمیک ازشون یاد گرفتم. انگار توی سرم احضار میشن و حالا کنار این بوم سفید نشستن و میخوان فاینال کارو تماشا کنن. اما مگه نقاشی یعنی مهندسی؟ یادم میاد که چرا اصلا به سمت هنر حرکت کردم. هنر برای من یه جهان موازی بود، یه دنیای موازی در مقابل دنیایی که هر چیزی که درونش وجود داره میبایست در خدمت تولید و صنعت و مصرف باشه. به قول شاعر، آخر تن دادگان به طلا تا دل دادگان به رویا. خیلی وقت پیش، وقتی که سنم کم بود، بچه بودم، همیشه دلم میخواست که چیزایی که دور و برم میبینم و یعنی در واقع مثلا با هر چیزی که دم دستم هستش روی مثلا چه حتی روی دیوار، یا وقتی مثلا داشتم بازی میکردم تو پارک، چه میدونم روی مثلا خاک روی زمین، یعنی دوست داشتم چیزا رو همش ترسیم بکنم، دوست داشتم همه چی رو بکشم. در کنار این همیشه مثلا یه سری تخیلم داشتم، یعنی مثلا یاد خاطره افتادم. یه دفعه داشتیم تو پارک بازی میکردیم با خواهرم، بعد اون موقع قدم نمیرسید که ببینم پشت یه دیوار چیه، یه سری صداها میومد، احساس میکردم که اون صداها مثلا یه سری غولن یا دیون که دارن با هم دیگه میجنگن. بعد چشامو که میبستم، قشنگ یادم 3 سالم بود، داشتم تصویر این غولا و دیوار رو میدیدم پشت پلکم. بعد سعی میکردم اونا رو مثلا بکشم. البته خب بلد نبودم، ولی یادم قشنگ به وضوح یادم که دوست داشتم بکشم. یه میلی یا یه کرمی همیشه تو وجودم بود که دوست داری بکشی. رو دیواره خونمون مثلا با گچ‌های رنگی مامانم میرفت سر کار، با شروع میکردم هی نقاشی، هی فرم، هی خط، اینجوری کار کردن و اینا. مثلا وقتی در مقابل بدن قرار میگیرم، واقعیت اینه که یه حس تخریبگری دارم، نمیدونم این از کجا اومده، یا دفورمه میشه خیلی چیزا، یا نمیدونم شاید به خاطر مسئله خود من با بدن خودم، با بدن آدما. مخصوصا وقتی مدل زنده بخوام کار بکنم این اتفاق میفته. توی برخوردم دوباره با حجم و مجسمه همون اتفاقی که توی ترسیم نقاشی فیگوراتیو یا طراحی فیگوراتیو میشه به وجود میاد. مجسمه ها و حجمایی که کار کردم همیشه از مدل زنده بوده، مجدد.
یعنی دوست دارم اجازه بدم بیواسطه برخوردم با بدن آدما سریع بیاد به حجم تبدیل بشه و این سرعته خب باز باعث میشه که خیلی لحن معاصرتری داشته باشه. شاید مثلا یکم نزدیک به کارهای رودن باشه یا این سری آرتیستایی که متوجه این اضطراره میشن تو بدن، متوجه این اضطرابه میشن تو بدن. ولی خب همچنان متعهدم به فرم دیگه. از یه عینیتی به ذهنیت میرسم، یعنی اون چیز عینی اون بیرون هست و باعث میشه یه ذهنیتی تو من اتفاق بیفته و من اینو ترسیمش میکنم. یه مجموعه کار دارم که بیشتر فضاش ناتورالیستیه. کاراکتر اصلی این تصویرها یه سری سگ بودن، یه سری سگایی که در حال دویدن بودن یا در حالت بهت زدگی بودن تو طبیعت و خب یه سری رنگایی مثل خون که این خونا رو من همه جا میدیدم و نمیتونستم نیارمشون تو کارم و من دیگه اینا رو اووردم هی پیش بردم و دیدم حالا دیگه این سگا انگار مثلا همه جا با من هستن. Round and round the burning circle all the season. البته خب به خاطر اینکه با یه سگم زندگی میکنم که خیلی خیلی بهم نزدیکه، اینم واقعیت تأثیر داره، چون در واقع رفیق ترین کسی هستش که الان باهاش دارم زندگی میکنم، چون اکثر اوقات با هم تو استودیو، اکثر جایی که میرم کنارمه، پیشم میخوابه و اصلا شاید تأثیر اونم هستش.